آمدیم تا باز هم یکی از جاها یا تاورهایی که بسیار زیاد مشهور است در کابل که چندین منطقه را در بر گرفته براتان معرفی کنم که البته سیتی تاور است. سالن عمومی است که کلکینی باز داره و مطلق آفتاب رخ است. نمای بسیار خوب داره و همزمان از سالن به بالکن یا همون برنده که ما و شما میگیم دسترسی داریم. این هم آشپزخانه واحد 3 اتاقه است که به شکل درستش و فضای بیرون از لحاظ تهویه و تسخین موقعیت داده شده. دوستان قسمی که شما میبینین دیکور دیزاین بسیار مقبول هم شده، همچنان یک تشناب هم اینجا داره که در کل میمانخانه سیتی تاور تمامش هم قسمت مجزا تشناب جداگانه میمانخانه‌اش می داشته باشه. بسیار خوب بسیار خوب. و دوستان شما میبینین که یا اتاق خواب است که به حیث اتاق خواب میتونین استفاده کنین و همچنان یک تشناب اینجا هم داره. بس نور طبیعی داره. بله. توسط نوری مصنوعی هم لایتینگش دیزاین شده. دیگ مرکز گرمیش جنراتور و برق دولتی چی شده عیار شده که در قسمت قط و پرچوی اینا کدام مشکل نیست. اتاقای آفتاب رخ هم اینمی اتاق است که نسبتا بزرگتر است. این اتاقا مطابق فرهنگ ما و شما هم تو اتاقای کلان، چون افغانا و اتاقای کلان خوش می داشته باشن. به نام یاد خدا، سلام خدمت تمامی شما بینندای عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشین و باز هم چینل خودتان پنجره افغانستان بیننده باشین. دوستای عزیز، در خدمتتان قرار گرفتیم امروز باز هم و البته دست خالی نیستم. آمدیم تا باز هم یکی از جاها یا تاورهایی که بسیار زیاد مشهور است در کابل که چندین منطقه را در بر گرفته براتان معرفی کنم که البته سیتی تاور است که تاورهای مختلف در مناطق مختلف داره. آمدیم تا مجموعه از سیتی تاورها را با چند نمونه از واحدهایشان معرفی کنیم. بیننده برنامه باشین، معلومات کامل درباره واحدهای سیتی تاور که واحدهای 4 اتاقه و 3 اتاقه است بر شما عزیزا داریم. ما را همراهی کنین، لایک، سابسکرایب و شریک ساختن با دوستایتان فراموش نکنید. مهربانم، قسمی که براتان در ابتدای برنامه یادآور شدم، آمدیم تا مجموعه سیتی تاورها را براتان معرفی بگیریم که فعلا هم انجینیر صاحب با ما هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ صحتمند؟ بخیر، سلامت باشید. شما خوب هستین؟ سلامت باشین. تشکر. میشه که بر بینندای ما یک معرفی از خودتون داشته باشین؟ اسم من ناظر حسین است. مهندس سیتی تاورها هستم که همین سیتی تاورها را طراحی و دیزاینش میکنم. انجینیر صاحب، نام خدا چقدر مقبول شما طراحی کردین. از ابتدای برنامه دوستان متوجه بودن که بیرون ساختمان بسیار مقبولی خدا داشت و فعلا هم که داخل آمدیم یکی از واحدها است بسیار مقبول معلوم میشه. پروژه‌ای که ما طرح دیزاین میکنیم مطابق دیزاین های روز است و مطابق خواست مردم است و لوکسترین اپارتمان ها و نماها را دیزاین میکنیم تا هم کمک کرده باشیم به زیبایی شهر ما و هم به مردم ما. در کل یک معلومات کلی درباره مجموعه سیتی تاورها برای ما بگویید.
سیتی تاورا توسط شرکت اسنت افغانستان گروپ آف کمپانی جور میشه که به ترتیب نامگذاری شده 01 02 03 الا پروژه‌ای که ادامه داره و دیزاین های سیتی تاورا نظر به موقعیت هر پروژه و نظر به مساحت و بزرگی پروژه و نظر به همو خواستایی که مشتری ها می داشته باشه دیزاین میشه و دیزاین هایی که فعلا ما میکنیم دیزاین های روز است، البته که در تمام دنیا مروج است با بهترین تسهیلات رفاهی برای باشندای بلاک ها و هر آنچه که ضرورت است در این بلاک ها در نظر گرفته شده، مثل لفت 24 ساعته، مرکز گرمی، سیستم وای فای و سیستم های دیگه که فعلا ضرورت است برای مردم. تمامی تسهیلات خدماتی، پارکینگ و همه این چیزا در بلاک های سیتی تاور برای مشتری ها، برای هموطنان عزیز ما در نظر گرفته شده. بسیار عالی، بسیار عالی. واقعا دوستا شما خودتان رو میبینین که از امو بیرون هم که در تصویر دیدین که بسیار یک تاور مقبول و داخل هم فعلا میبینین که درباره صحبت میکنیم. انجینیر صاحب بعضا میگن که مثلا نقشه از کشور خارجی است یا انجینیرهای خارجی است. به نظر شما انجینیرهای داخلی ما خوبتر هستن یا ای که نقشه از کشور خارج بگیرن بیارن؟ تمام نقشه توسط انجینرهای خود ما در داخل افغانستان کار میشه و توسط ریاست مجوز شارولی محترم کابل که یک ریاست زیربنایی و مسلکی است، توسط اونا ویزا میشه و نقشه مکمل در داخل خود کابل کار میشه، داخل خود افغانستان کار میشه، مطابق فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان و مطابق ضرورت و درخواست خود مردم افغانستان و تمام نقشه در خود کابل کار میشه. بسیار عالی. از نظر شما که نام خدا تجربه زیاد هم دارین و مسلکتان است در بخش انجینیری، چی بسیار مهم است در ساختن یک آپارتمان و یک خانه؟ در ساختمان مهمترین چیزی است که رفاهیت خوب برای مشتری یا برای باشنده یا برای استفاده کننده ساختمان داشته باشه که ما اولویت ما اینمی است که رفاهیت باشنده را در داخل آپارتمان تامین کرده باشیم و این معنایش است که اتاقای باز و خوب داشته باشه، فضای خوب داشته باشه، اماکنش درست تنظیم شوه و حل پلانی درست داشته باشه که آفتاب داشته باشه، چون ما در کابل زندگی میکنیم و کابل از لحاظ اقلیمی تقریبا سرد است، ضرورت به آفتاب می داشته باشیم. بنابراین اتاقا معمولا طرف جنوب موقعیت میشه که آفتاب رخ باشه و اماکن کمکی هم تا حد امکان ما کوشش میکنیم که از موقعیت اساسی تعمیر او را در موقعیت ساحه زون یا زون سرد تعمیر چی کنیم، جابجایی کنیم. این چیزایی است که ما انتخاب مردم بسیار مهم است و در این حال کیفیت مواد ساختمانی خیلی مهم است و همچنان دیزاین هایی که فعلا رواج است در دنیا و خصوصا در کابل ما و شما که الحمدلله مردم دیزاین های خیلی خوب انتخاب میکنن و ما مطابق خواست مردم همون دیزاین ها را آماده میکنیم برشون. بله، واقعا هم که موضوعات را که یادآور شدن بسیار زیاد مهم است و هموطنان ما این موضوعات را در نظر میگیرن و خوشبختانه نام خدا فعلا بسیار زیاد شده تاورا در شهر کابل. قبلا بود از 2 منزل 3 منزل بالا نبود ولی الان نام خدا بسیار زیاد شده. این بلند منزلات قسمی که گفتیم توسط شارولی محترم کابل ساحات زونبندی است و مطابق زونبندی تعداد طبقات و اساس تراکم یا به اساس مساحت ساختمان تعیین میشه که پروژه مختلف ما دارای منازل متفاوت است، یعنی مختلف است که ما مثلا 9 منزل هم داریم، 13 منزل هم داریم و 17 منزل و 20 منزل هم پروژه داریم. دیگه تعداد منازل بستگی به مساحت زمین و زونبندی که از طرف شارولی محترم کابل شده بستگی به مو فاکتورها داره. بسیار خوب. اینجا چند طبقه است؟ اینجا 9 طبقه است، 9 طبقه رهایشی است، 2 طبقه پارکینگ است. یعنی 2 تا کو داریم برای پارکینگ، 9 طبقه رهایشی. بسیار عالی. انجینیر صاحب صحبت میکنیم اتاقا رو میبینیم و فعلا اینجا هم دیگه سالن است.
این سالن همی اپارتمان 3 اتاقه است که دهلیز هم میگیم برش. ما و شما به رسم و رواج افغانی خود دهلیز میگیم. سالن عمومی است که کلکین باز داره و مطلق آفتاب رخ است، نمای خوب داره و همزمان از سالن به بالکن یا همون برنده که ما و شما میگیم دسترسی داریم و اتاق اینجا در کل چند اتاق است؟ در کل این اپارتمان دارای 3 اتاق است که 2 اتاق نشیمن میشه و یک اتاق میمانخانه. به به نام خدا دوستان میبینین که اتاق نشیمن است که آفتاب رخ است و بسیار خوب و فضای باز دید داره و 2 دانه کلکین داره، روشن است. فضای خیلی خوب است که ما فضای تاریک در این چیا واحدا نداریم. بسیار عالی، بسیار عالی. و خوبی هم همی است بخصوص که مشکلات برق است در افغانستان و در زمستان بعضی اوقات آفتاب هم نمی باشه، آسمان ابر می باشه، امی که اتاق روشن باشه، روشنی طبیعی داشته باشه، بسیار خوب است. یکی از فاکتورایی که بسیار مهم است همی است که اپارتمان باید نور طبیعی داشته باشه و در ضمن که نور طبیعی می داشته باشه باید نور آفتاب به داخل اتاق بیاید، به داخل اپارتمان. این هم آشپزخانه واحد 3 اتاق است که به شکل درستش به فضای بیرون از لحاظ تهویه و تسخین موقعیت داده شده که کدام مشکل نمی داشته باشه از لحاظ بوی و اینا. اواکش هم در نظر گرفته شده. در کنار از اینکه در بیرون موقعیت داده شده اواکش هم نصب کردیم. بسیار خوب. تشناب عمومی خود اپارتمان است. در کل چند تشناب است؟ خیلی خوب طراحی و دیزاین شده. در کل در واحدهای 3 اتاقه ما 2 باب تشناب داریم. بسیار عالی، بسیار عالی. انجینر صاحب درباره اسناد این آپارتمان یا همی تاور بر ما معلومات بدید. اسناد این سیتی تاور قواله شرعی است، قواله شرعی زمین داره و کدام مشکل انشاءالله که نیست و از لحاظ اسناد کدام چی نیست، قواله شرعی است. بسیار خوب. و فروخته میشه و کسایی که فروخته میشه مطابق قانون افغانستان، مطابق همون اصول خرید و فروش اپارتمان ها توسط وزارت عدلیه همون راهنمای معاملات است و همون شکل سند عرفی که به اعتبار سند شرعی داده میشه و به همین شکل فروخته میشه. بسیار عالی. دوستا قسمی که میبینین در اتاق دوم واحد 3 اتاقه قرار داریم که اتاق هم میشه که باعث اتاق خواب استفاده کنیم. بله. چون گوشه تر است، بسیار دیکور و دیزاین مقبول شده، قندیلای زیبایی که کار گرفته شده. بر من درباره مجموعه سیتی تاورا، درباره درجه زلزله و امکانات که دارن از لحاظ ساختمانی معلومات بدید. تمام سیتی تاورا مطابق دیزاین های انجینری که هم از لحاظ زلزله و هم از خطرات طبیعی که متصور است دیزاین میشه و توسط شهروالی کابل یا ریاست صدور مجوز که تمامی بخشا را اونا چک میکنن ویزا میشه و در مقابل زلزله که مد نظر است در افغانستان به مو درجه دیزاین میشه این ساختمان ها، انشاءالله که مشکل از لحاظ خطرات طبیعی نداره. بسیار خوب. و دوستا این اتاق دوم است که اتاق سوم مهمانخانه است. مهمانخانه است. بله و یک تشناب داره. مهمانخانه مجهز با تشناب است. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستا بالکن هم که دیدین حتما در تصویر همچنان 2 اتاق هم براتون معرفی کردیم، سالن هم معرفی کردیم. سهولت های کلی همین آپارتمان برای ما بگویید. سهولت های کلی آپارتمان دارای برق سولری، برق جنراتوری است، برق دولتی است و همچنان لفتی که داره، لفت 24 ساعته است. هم برق به سولر وصل است، هم به برق دولتی. احیانا اگر برق دولتی نمی باشه اتومات به برق سولری لفت کار میکنه دیگه. پارکینگ داره این واحد، سوپرمارکت داره خود بلاک که از لحاظ خدماتی، یعنی هر آنچه که باشنده این بلاک ضرورت داشته باشه به دسترس اینا قرار داره در خود بلاک.
بسیار خوب، بسیار خوب. دوستای عزیز، این واحد را از یکی از سیتی تاورها براتان معرفی کردیم که واحد 3 اتاقه بود. همچنان برنامه ما ادامه داره، میریم طرف سیتی تاور دیگه که در منطقه دیگه است. البته این تاور در کدام منطقه این بود؟ سیتی تاور واقع جمال مینه عقب لیسه غازی کارته 4 موقعیت داره. بسیار خوب. و همچنان سیتی تاور بعدی که میریم براتان معرفی میکنیم که واحد 4 اتاقه داره در منطقه بریکود است. هموطنای عزیزم، قسمی که در برنامه بیننده بودین بر شما واحد 3 اتاقه یکی از سیتی تاورها رو معرفی کردیم و فعلا هم آمدیم به ساختمان مختلف ولی مربوط سیتی تاور میشه تا واحد 4 اتاقه رو براتون معرفی کنیم. البته انجینیر صاحب اینجا چند واحد داره در کل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در این سیتی تاور ما در هر منزل 3 واحد داریم که یک 3 اتاقه میشه، 2 دانه 4 اتاقه. بسیار خوب. و این واحدی که معرفی میکنیم 4 اتاقه است. واحدی که معرفی میکنیم 4 اتاقه است. بله. بسیار خوب. درباره لفتی تاور بر ما معلومات بتین. لفتی سیتی تاور هم برقی است، هم سولری لفتی است که 24 ساعت فعال می باشه. بسیار خوب. و سیستم برقش چگونه است؟ سیستم برقش هم سولری است، هم برق است، برق دولتی. سند و مو قواله شرعی که میگن اینجا چگونه است؟ زمین دارای قواله شرعی است، پاک است، کدام مشکل نداره. بسیار خوب. و این اتاق مهمانخانه است؟ این مهمانخانه 4 اتاق است که تشناب داره و تا منزل دهم به می ترتیب دکور و دیزاین میشه. بسیار خوب. یعنی این ساختمان 10 منزل است؟ این ساختمان 10 منزل رهایشی است. بله. بسیار عالی. و پارکینگ هم داره؟ پارکینگ دو منزل پارکینگ داریم. بسیار خوب. که و
هم به اهالی بلاک و هم برای مهمانای بلاک در نظر گرفته شده بسیار پارکینگ. خوب، بسیار خوب. دوستا شما هم در تصویر میبینین که در مهمانخانه 4 اتاقه در یکی از سیتی تاورها هستیم که اینجا هم دیکور دیزاین شده برای دفتر ولی به خاطر فروش است. بله بر فروش است. بسیار خوب، بسیار خوب. تمام این ساختمان برای فروش است دیگه. تمام ساختمان بر فروش است. بله. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستا قسمی که شما میبینین دیکور دیزاین بسیار مقبول هم شده. همچنان یک تشناب هم اینجا داره که در کل میمانخانه سیتی تاور تمامش هم قسم است. مجزا تشناب جداگانه میمانخانهش می داشته باشه. بسیار خوب، بسیار خوب. و در کل مهمانخانه ها دوستا جدا هم هست. همچنان این قسمت یک جای برای تلویزیون در نظر گرفته شده و مواد ساختمانی که در نظر گرفته شده و یا استفاده شده از نظر کیفیت چگونه است؟ مواد ساختمانی که در این پروژه و کار شده مطابق نقشای وضع شده شاروالی محترم کابل است و بهترین مواد ساختمانی مروج در بازار فعلی کابل است. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستان میریم طرف اتاقای بعدی که براتون در کل همین واحد 4 اتاقه را معرفی کنیم. دانه دانه بیننده برنامه ما باشید. دوستان عزیز، قسمی که میبینین فعلا هم در دهلیز واحد 4 اتاقه هستیم که اتاق مهمانخانه رو براتون معرفی کردیم. فعلا هم میریم طرف اتاق بعدی. این اپارتمان ما شما در منزل اول سیتی تاور 03 واقع دیمزنگ جوار سینمای بریکوت موقعیت داره که در هر منزل 3 واحد است و با مساحت‌های مختلف و متفاوت، اما دکور و دیزاین اپارتمان ها یکسان است از منزل اول الی منزل آخر. تمام اپارتمان ها یکسان دیزاین شده. بله. بسیار خوب، بسیار خوب. و دوستا شما میبینین که یا اتاق خواب است که به حیث اتاق خواب میتونین استفاده کنین و همچنان یک تشناب اینجا هم داره. در کل 4 اتاق چند تشناب داره؟ در کل 4 اتاق 3 تشناب داره. خب بسیار خوب. از 3 اتاق؟ از 3 اتاق 2 تشناب. 2 تشناب. بسیار خوب. مساحت اینا دیگه متفاوت است. مساحت های اپارتمان ها متفاوت است. بسیار هم از 4 اتاق تفاوت داره، هم از 3 اتاق. بسیار عالی. و دوستا دیکور دیزاین هم که میبینین که به کار گرفته شده در قسمت سقف و لایتینگ که است بسیار مقبول معلوم میشه. همچنان تا منزل 10 تمامش همه داره به می دیکور دیزاین. بسیار خوب، بسیار خوب. همچنان دوستا فراموش نشه که بیرون ساختمان هم بسیار یک دیکور عالی داره. در کل تمام سیتی تاورها همین قسم دیکور می داشته باشن یا نه تفاوت داره؟ نه، هر سیتی تاور ما نظر به موقعیت خود و نظر به بزرگی پروژه و نظر به نمای پروژه دیزاینش فرق میکنه. این پروژه نمای کلاسیک کار شده که به می شکل دیزاینش خوبش آمده و به می شکل نتیجه میداد. ما به می شکل دیزاینش کردیم. اما سیتی تاورهای دیگه ما با استفاده از مواد طبیعی یعنی سنگ دیزاین شده که او هم نما و دیزاین خود داره. باز دیزاین های چی است؟ کلاسیک هم است، دیزاین های نو هم است، مهندسی یونیک هم است. فرق میکنه. هر تمام سیتی تاورها با یک دیزاین نمای بیرونش یک دیزاین نیست. فرق میکنه نظر به موقعیت پروژه، نظر به نمای پروژه و نظر به مساحت پروژه. بسیار خوب. انجینیر صاحب، یک چیزی که من متوجه شدم روی هر تاور یک نام یا یک کد گذاشتین که اینجا 02 بود. اینجا 03 است. 03 است. بسیار خوب. این به این دلیل است که سیتی تاور توسط شرکت اسین اعمار میشه سیتی تاورها و این سیتی تاور به این ترتیب نامگذاری میشه چی تعداد سیتی تاوری که توسط شرکت اسین اعمار میشه در شهر کابل به او خاطر کدایی که از شروع شرکت اسین به این نام به ساختش شروع کرده نامگذاری شده و این کدا اختصاص داده شده به مو پروژه به ترتیبی که اعمار میشه. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستان میریم ادامه میدیم که دیگه اتاقا رو ببینیم. بیننده برنامه. ماشاءالله. این دیگه سالن است. سالن اپارتمان 4 اتاقه است که یک سالن خیلی خوب است، نور طبیعی داره. بله. توسط نوری مصنوعی هم لایتینگش دیزاین شده
دیگه زیاد ضرورت نیست به لایتینگ مصنوعی، اما چی داره؟ تهویه و تسخین طبیعی داره، سالونی باز داره، روشن داره دیگه. و دوستا امرای سالون اگه حساب کنیم حتی 5 اتاقه گفته اتاقه میشه گفته دیگه. میشه. بسیاری جایا بسیار کم است که مثلا سالون در نظر بگیرن در پهلوی دهلیز و اینجا واقعا مقبول معلوم میشه. اصول طراحی سیتی تاورایی است که به شکل مرکزی طراحی میشه، حل میشه که در مرکز اپارتمان سالن موقعیت می داشته باشه و در اطراف سالن اتاقا حل میشه، اتاقا و آشپزخانه و اماکن خدماتی اپارتمان باز در نظر گرفته میشه. بسیار خوب. خب درباره سیستم مرکز گرمی آپارتمان بر ما بگویید. سیستم ساختمان مجهز به سیستم مرکز گرمی است که در صورتی که برق هم نباشه جنراتور داره بسیار خوب. و همچنان که لفتش برقی و سولری است و دیگ مرکز گرمیش جنراتور و برق دولتی چی شده عیار شده که در قسمت قطع و پرچوی اینا کدام مشکل نیست. بسیار عالی. و این قسمت هم آشپزخانه این است. قسمت هم آشپزخانه. بله دوستان میشه که در تصویرم ببینن که آشپزخانه هم است و خوبیش است که آشپزخانه را اوپن در نظر نگرفتیم. فرق میکنه آشپزخانه نظر به درخواست مشتری ها و نظر به موقعیت اپارتمان فرق میکنه، هم به شکل باز طراحی شده هم به شکل بسته. بسیار خوب. از نظر شما در آپارتمان و بخصوص برای فامیلای افغان کدام آشپزخانه خوب است، اوپن یا این رقم بسته؟ در صورتی که آپارتمان میمانخانه مجزا داشته باشه آشپزخانه باز بهتر است. در صورتی که آپارتمان میمانخانه مجزا جداگانه نداشته باشه باز در اون صورت آشپزخانه بسته نظر به اون فرهنگ ما و شما بهتر است. بسیار خوب. و دوستا این قسمت هم اتاق دیگه است که البته اتاق سوم میشه که دو اتاق معرفی کردیم که این اتاق هم دیگه میشه باعث نشیمن استفاده کنن. بفرمایید. این هم اتاق سوم میشه که اتاق خیلی خوب کلان است، 4 در 5 میه با مساحت خیلی خوب، اتاقای خیلی خوب دکور شدگی و همون فضای لازمی که برای باشنده ضرورت است تامین شده دیگه. و نسبتا آفتابروخ هم است. هم اگیش اتاقا تمامی اتاقا هم آفتابروخ هست هم روشن است، یعنی اتاق تاریک ما نداریم. بسیار عالی، بسیار عالی. و دوستا شما هم در تصویر میبینین که هم قسم که دیگه اتاق دیزاین شده بود این اتاق هم دیزاین شده و رنگی هم که استفاده شده کدام رنگ است؟ این رنگای کمپانیای خود تولید داخلی خود ما و شما است که از کمپانیای البته این رنگ ما از کمپانی برایتکس استفاده کردیم دیگه. رنگش رنگی خوب است، رنگش تو کدام مشکل نداره بسیار خوب. و دوستا یک موضوع دیگه که اتاقا سطحشان پارکت است، کفش پارکت است. تمام اتاقا می قسم است یا نه؟ تمام اتاقا از طرف شرکت البته نمیشه، باز میشه مالک خود اپارتمان که میخره متصرف اپارتمان باز اونا میتونه که هر رقم فرش را کار بکنن میشه. اما ما به شکل نمونه به شکل سمپلی رو کار کردیم که تمام اپارتمان ها یعنی سیتی تاورا به این شکل میشه کار شود. بسیار عالی، بسیار عالی. و دوستان میبینین که می پارکت که باشه بسیار خوب هم میباشه به خاطر آپارتمان ها. بله بله. فایده خود داره. میریم طرف اتاق 4 بیننده برنامه باشه. این هم تشناب عمومی خود چی است؟ سالن عمومی است که تشناب بسیار کلان است با دکور خیلی خوب. بله دوستان میبینن که کاملا مجهز با تمام وسایل که است. وسایل تشناب داخلی است یا از خارج از کشور؟ وسایل تشناب ها معمولا چی است؟ ترکی می باشه و ایرانی می باشه، چون ما و شما تولید وطن نداریم در ظروف تشناب و حمام اینا معمولا چی می باشه؟ ترکی و ایرانی می باشه. بسیار خوب دوستان. یا اتاق 4. اتاق 4 هم این مساحت خیلی خوب کلان روشن و دارای 2 دانه کلکین می باشه که البته ضرورت به چی نداریم، معمولا در جریان روز ضرورت به نور نداریم، به روشنایی نداریم، اما دکور اتاقا یکسان است. در تمام اپارتمان ها
یکسان است دکوری. و همین قسم تا منزل دهم تمام 4 اتاق همین قسم دیزاین شده. قسم دیزاین میشه. بسیار خوب بسیار خوب دوستان، به عنوان نمونه ما خواستیم که این 4 اتاقی که در منزل اول است براتون معرفی کنیم که البته دفتر هم فعلا در نظر گرفته شده ولی به فروش است. کسایی که دوست داشته باشن منزل اول هم میتونن که بیاین اینجا را بخرن و درباره اسناد و قواله و اینایش هم تمامش به امرای ما صحبت کردن. تمام اسنادش قانونی است، شرعی است، قواله زمین و کدام مشکل در قسمت اسناد نداریم. عزیزان بیننده و همراهان همیشگی پنجره افغانستان، تا این دم بیننده برنامه ما بودیم که 2 تاور از سیتی تاور با واحدهای مختلفش براتون معرفی کردیم. فعلا هم آمدیم به یکی از تاورهای دیگه که مربوط سیتی تاور میشه و قرار است این واحد 3 اتاقه رو براتون به معرفی بگیریم که بیشتر معلومات بر ما انجینر صاحب میدن. این اپارتمان 3 اتاقه در منزل 4 پروژه سیتی تاور 04 واقع دیبوری کوچه موزیک موقعیت داره که یکی از واحدهای 3 اتاقه همی پروژه است. به این شکل دیزاین شده و این میمانخانه واحد 3 اتاقه است که دارای تشناب جداگانه و امکانات رفاهی جداگانه می باشد. بسیار خوب. در کلی تاور چند طبقه است؟ این سیتی تاور دارای منزل است، یک منزل تهگوی که برای پارکینگ باشندای بلاک در نظر گرفته شده و 5 منزل اپارتمان های رهایشی است. بسیار عالی. دوستا شما در تصویر رو میبینین که قسمی که انجینر صاحب گفتن اینجا مهمان خانه ایش است که بسیار دیکور دیزاین عالی هم شده و همچنان یک تشناب هم داره و فکر کنم 3 اتاقات تمامش 2 تشناب دارن. بله. بسیار خوب. و رویشان پارکیت گرفته شده که معلومات بیشتر برای ما انجینر صاحب در تاورهای قبلی هم گفتن، گپات تکراری نشه دوستا که همچنان این واحد هم بسیار زیاد مقبول است. یعنی از اون 2 واحدی که قبلا معرفی کردیم این واحد بیشتر از اونها مقبول است، اونها مقبول تر بودن، این بهتر است. آشپزخانه امی واحد است که به شکل باز کار شده و دکوری خیلی خوب. دیگه سالن
امی واحد است که 50 متر مربع مساحتش میه. فقط امی سالن؟ تنها سالن 50 متر مربع مساحتش میه و تشناب عمومی اپارتمان است که بسیار به شکل خوب دکور شده و آزاد کلان مطابق همو خواسته و فرهنگ خود ما و شما. اتاق خواب است که این اتاق خواب هم مجرد دارای تشناب جداگانه است و دکور این اپارتمان های قسمی که ما و شما گفتیم در تمام سیتی تاورها تمام واحدها یکسان دیزاین شده و کدام تفاوت از لحاظ کیفی و کمی نداره. بسیار عالی. اسناد اینجا را دربارش بر ما معلومات بدید. اسناد تمام سیتی تاورها قواله شرعی است، مطابق طرز العمل شاروالی کابل اعمار میشه تا اسناد زمین پاک نباشه شاروالی کابل اجازه اعمار نمیده. بسیار عالی. انجینیر صاحب، از نظر شما یک تاور یا یک ساختمان ساختنش تا اینکه به اتمام میرسه چقدر وقت در بر میگیره؟ حدوداً بستگی به بزرگی پروژه داره، بستگی به مساحت پروژه داره و حدوداً 1 سال در بر میگیره. بسیار خوب. دوستای عزیز، این اتاق هم دیدین که اتاق خواب بود، هم قسم در کل تمام اتاق‌ها یک قسم دکور دیزاین شده. در کل اتاق‌ها یک قسم دیزاین شده، سالن‌ها دیگه قسم دیزاین شده و هر واحد یا هر فضای مسکونی همو دیزاین مخصوص خود داره. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستان میریم طرف اتاق دیگه که اونم براتون معلومات بدیم. همچنان بالکن هم است که قسمی که در لا بلای صحبت ها گفتن انجینیر صاحب در ابتدای برنامه و واحدهای دیگه، در کل تمام سیتی تاورها دوستا روشنی طبیعی دارن، آفتاب رخ هستن که شما خودتان هم میتونید در تصویر ببینید که یکی از اتاقای آفتاب رخ هم اینمی اتاق است که نسبتا بزرگتر است. این اتاقا مطابق فرهنگ ما و شما اتاقای کلان، چون افغانا اتاقای کلان خوش می‌داشته باشن، بنابراین اتاقای کلان در نظر گرفته شده، اتاقای نشیمن، اتاقای خواب کلان، سالن کلان و فضای خیلی خوب و خاطر رفاهیت مردم ما و شما که ضرورت است و درخواست مردم ما و شما است و به خاطر زیبایی هرچی بیشتر شهر ما و شما و اینکه یک فضای خوشایند از لحاظ روحی و روانی برای مردم ما تامین کرده باشیم، فضا را مطابق خواست مردم و مطابق همو ضرورت‌ها و نیازهای روز مردم طراحی شده و ساخته شده. بسیار عالی. واقعا که دوستا هر قدر بگوییم کم است. شما خودتان در تصویر میبینین که در کل تاورها زیاد است در افغانستان، ولی تاورهایی که سیتی تاور دارن بیجوره است و قسم که انجینیر صاحب گفتن تمام همو سهولت‌هایی که مردم نیاز دارن، هموطنان ما نیاز دارن، تمامش در نظر میگیرن. تمام سهولت‌ها و ضرورت‌های روزی را که باشنده‌های بلاک ضرورت داشته باشه در خود بلاک حل شده، مثل سوپرمارکت است، فضا برای فضای خوب برای بود و باش هست، فضای خیلی ساکن و خوب، موقعیت خیلی خوب در پروژه، موقعیت‌های پروژه قسم در نظر گرفته شده که با دور از سر و صدای شهری و اینا تمام اینا در نظر گرفته شده و این مسائل مزاحمت نمیکنه برای مردم در این پروژه. بله، واقعا هم که دوستا شما خودتان شاید متوجه شده باشین که در تصاویری که در برنامه نشر شد در کل در مکان‌های گوشه تر از تاورا. نه خیر، هم در گوشه هست، هم در فضای عمومی یا در جاهای نفش و جاهای موقعیت‌های خوبی هم که هست، تمام مسائل عایق صوت و اینا در نظر گرفته شده. یعنی ما از هیچ لحاظ مزاحمت چی نداریم، صوتی، رطوبتی یا حرارتی اینا نداریم. و پروژه تمام این مسائل در نظر گرفته شده، از لحاظ تکنیکی این موضوعات حل شده. بسیار عالی. و یک موضوع دیگه که من مطمئن هستم شاید دوستا گفته باشن چرا تا حال نگفتم یادآور نشدم، امنیت است که بسیار برای مردم مهم می باشه. تاورای سیتی تاور امنیتشون چگونه برقرار شده؟ به خاطر تامین امنیت سیتی تاورها اتاقای مخصوص برای کمرای امنیتی که تمام ساحات پروژه سیتی تاور از راهرو گرفته تا زینای عمومی، دهلیزهای عمومی مکمل کمرای امنیتی نصب شده
و در یک اتاق مخصوص برای کنترل این ساحات وجود دارد که از لحاظ امنیتی برای باشندای بلاک کدام موضوع قابل تشویش نمی باشند. بسیار عالی. و یک معلومات کلی درباره تمام تاورایی که معرفی کردیم، در کل 3 تاور امروز برای عزیزان معرفی کردیم، 3 واحد را، و یک معلومات کلی درباره سهولت‌ها و امکاناتی که تاورای سیتی تاور داره میشه که بر بیننده بگویید. سهولت‌هایی که در سیتی تاورا باشنده یا مشتری ها ضرورت دارد، تمامی سهولت‌ها در نظر گرفته شده. اگر لیفت است، مرکز گرمی است، خدمات وای فای است، برق سولری است، برقای جنراتور است و بعض خدمات و تحصیلاتی که جدیداً در دیگر کشورها مروج است، الحمدلله در این سیتی تاورا هم تامین است. بسیار خوب. موضوع برق، آب تمامش صحبت کردین درباره‌اش؟ بله، تمام موضوعاتش تامین است. آب شیرین در خود پروژه داره و برق و تمام خدمات و تحصیلات رفاهی زندگی را برای تمام پروژه ما تامین است. و همچنان مرکز گرمی که دوستان دیگه زمستان هم است، هوا سرد است، بسیار مهم میباشه. مرکز گرمی یکی از ضرورت‌های جدی مردم ما و شما است نظر به اقلیم کابل، خصوص در آپارتمان که باز الحمدلله با سیستمای خیلی خوب، با داشتن دیگایی که خود دیگا فیلتر داره، تصفیه کن داره، بسیار عالی، مجهز است. واقعا که دوستا فعلا در زمستان بسیار هوا آلوده می باشه و خوب می است کسایی که فیلتر را در نظر می گیرند در آپارتمان های تاورایی که می سازن، واقعا کار نیک میکنن. خداوند خیرشون بده. بسیار مهم است فیلتر. بخاطر این فیلتر ها، بخاطر از اینکه هوای کابل بسیار آلوده است و اشد ضرورت است برای زندگی مردم و بسیار گرد و غبار یا دودی که ناشی از این مرکز گرمی ها است که همون کربن است، بسیار به صحت مردم ضرر داره. بنابراین سیتی تاورها به خاطر از اینکه نمی موضوع را حل کرده باشه، دیگایی که خودشان فیلتر داره، تصفیه کن داره، از او دیگاه استفاده میکنن. بسیار عالی. دوستای عزیز، در کل براتون تاورای سیتی تاور را که 3 تاور بود امروز معرفی کردیم و واحدایی که از واحد 3 اتاقه شروع کردیم، 4 اتاقه و باز هم 3 اتاقه را براتون معرفی کردیم که واحدای بسیار مقبول با تمام سهولت‌ها. و بر ما اینه بگوییم که درباره قیمت و همچنان پل ارتباطی با دفتر فروشات سیتی تاور کدام شماره و یا کدام آدرس بوده میتونه؟ به خاطر دسترسی به قیمت‌ها و مساحت‌ها معلومات دقیق، دوستان میتونن در دفترهای مرکزی سیتی تاور که در واقع شهر نو است و واقع دیبوری در هر سیتی تاور ما دفتر فروشات هم داریم. باز مخصوصا میشه که دوستا به دفتر مرکزی سیتی تاور واقع شهر نو کوچه اول انصاری تشریف بیارن. بسیار عالی. همچنان پلان‌های آینده‌ای که داره سیتی تاور میشه که درباره از برنامه بگید؟ سیتی تاور به خاطر خدمات بهتر، به خاطر از اینکه به شکل بهتر خدمات تامین مسکن برای مردم ما به هموطنای ما مطابق نیازهای روز عرضه بکنه، پروژه زیادی دیگه روی کار داره، زیر کار داره که در حال ساختن است، در حال اعمار است. بنابراین چیزی که ضرورت مردم ما باشه و هدف اساسی سیتی تاورا یا شرکت اسند گروپی است که عرضه خدمات مسکن به مردم ما داشته باشه. بسیار زیاد تشکر از شما و دوستای عزیزم که میخواین ارتباط برقرار کنن به خاطر خرید یا آپارتمان‌های زیبا و واحدهای زیبای سیتی تاور، شماره تماس در اسکرینا درج شده، میتونن که از او استفاده کنن و همچنان آدرس هم که انجینیر صاحب گفتن که در هر تاور مرکز فروشاتشان، دفتر فروشاتشان وجود داره. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما انجینیر صاحب. تشکر از اینکه امروز در برنامه ما را همراهی کردید. بخیر سلامت باشین. تشکر از شما. بخیر سلامت.
بیننده و همراهان همیشگی پنجره افغانستان، سپاسگزار شما عزیزا هستم که تا این ما را همراهی کردین. امیدوار هستم که از برنامه امروز خوشتان آمده باشه و خواستم تا یک جای متفاوت‌تر و زیباتر بر شما عزیزا معرفی کنم. عزیزای دل، لایک، سابسکرایب و همچنان منتظر کامنت ها و نظریات زیبایتان در مورد سیتی تاور و تاورهایی که امروز براتون معرفی کردم هستم. انشالله که ما را همیشه حمایت کنین و همراهی کنین مثل همیشه. این بود برنامه امروز ما، تا برنامه بعد خداوند نگهدارتان.